السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مادر و باز هم مادر یگانه کسی است که در تربیت فرزند مهمترین نقش را انجام می‌دهد. سوال اینجاست که چرا قبلا مادران فرزندانی را تربیت می‌کردند که جامعه را متحول می‌کردند و مایه فخر تاریخ بشریت می‌شدند؟ آنها به مثل زنان امروزه دانشگاه و مکتب‌های عالی نمی‌خواندند، ولی فرزندانی را تربیت کردند که نام آنها در تاریخ ثبت شده است. ولی زنان امروز با 2 دیپلم هم نمی‌توانند یک فرزند را به جامعه تقدیم کنند که مایه فخر اسلام و مسلمین و مایه فخر تاریخ بشریت شود. چون که شرم و حیا، عفت و پاکدامنی، اخلاص و تقوا در زنان امروز خیلی کم دیده می شود و حتی در بعضی ها اصلا دیده نمی شود. خواهران عزیز، ببینید که مادر فقیه و دانشمند بزرگ اسلام علامه ابوالحسن علی ندوی رحمت الله علیه برای درخشان شدن آینده فرزند خود چی کار میکرد؟ علامه ابوالحسن علی ندوی رحمت الله علیه یاد از مادرش چنین میفرماید: با وجود که شفقت و مهرورزی مادرم در خانواده ضرب المثل شده بود که بینهایت مرا مهربانی میکرد و مرا دوست میداشت و پس از وفات پدر به طور طبیعی نازم را بیش از هر کسی میبرداشت، اما در 2 چیز بسیار بر من سختگیر بود. یکم درباره نماز خیلی سختگیر بود، چنانکه اگر پیش از نماز خفتن میخوابیدم حتما مرا برای نماز بیدار میکرد. همچنین برای نماز صبح بیدارم میکرد و روانه مسجدم میکرد و سپس برای تلاوت قرآن مجید مرا مینشاند. دوم، اگر با بچه خدمتگار یا نیازمند و فقیر بدرفتاری میکردم یا با کبر و غرور پیش می آمدم، مرا وادار به عذرخواهی میکرد که تا اگر بخشش نمیپرسیدم رهایم نمیکرد. این شیوه تربیتی مادر برای آینده ام تأثیر باسزایی گذاشت که از ظلم و ستم و کبر و خودپسندی گریزان بودم و دلازاری و تحقیر دیگران را گناه کبیره می دانستم و برایم اعتراف کردن به خطا و اشتباه خود آسان شده بود. در برابر این سختگیری ها همیشه برایم دعا می کرد. برای درخشان شدن آینده ام چنان دعا می کرد که زنان خانواده حتی می گفتند که مگر می خواهی علی پیامبر شود؟ مادرم در جواب می فرمود: می دانم که در این نبوت بسته شده و پیامبری دیگر نمی آید، ولی من امیدوارم که خداوند کار پیامبران را از او بگیرد. الله اکبر. یعنی از جمله علما و وارثان پیامبران شود و کار پیامبران را انجام دهد. مادرم بعضی وقت چنان با گریه دعا میکرد که حتی روسریش تر میشد. بله، واقعا شرم و حیا، عفت و اخلاص و دعا و زحمتهای این مادر بزرگوار فرزندش ابوالحسن علی ندوی رحمت الله علیه را به قله‌های بلند علم و دانش رساند که نام او در تاریخ بشریت همچون یک فقیه و دانشمند و متفکر بزرگ اسلام ثبت گردید. خواهران عزیز، در تربیت فرزندانتان از این گونه زنان عبرت بگیرید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.